مشکلیان به مانند بیماری است، یک مهلتی دارد، وقتی دارد میگذره، باید صبر کرد. اونجا مغرور نمی شود، اینجا مایوس می شود، می شود در زندگی کامل و موفق. همین است یگانه رو وظیفه پدر و مادر. و از برای خداوند همین نعمت رو داده است، نعمت فرزند رو. حالا اینکه پدر، ولی قصه اون دختر که از خانه‌شون قهر کرده اومده است، اونا هم باید پدر و مادر تا این اندازه باید این رو مجبور نمی‌کردن از خانه برانند، یا که تا اون اندازه که از خانه ببراید برود. خب کی ما با ضرری تو کار کرده بودیم، نصیحت میکردن، مصلحت میکردن. خب خودشون نمیتوانند، خالای دارد، عمه دارد، عمکی دارد، اکه دارد، دیگری دارد. قوم یگان بزرگسال، یگان کلانسال، یگان به عقل و به فراست دانشمند و یگان خیرتمند و تجربه داری دارد. جلب میکردن که بچه ما نمیفهمند، کو یک بیا امیر بفهمون. زنهای خیرتمند خیلی زیاد داریم الحمدلله، که بعد بیاد بگه دخترم، بچه‌ام نکی کرده یا کی نیخی که خب مالش خشدار داری، صبر کن، مسئولیت که با پدر مادر تو اون اندازه‌ای که دختر ببرد خر کند برود، بعد دیگر خانه نرود، او بعد هر کار میکند. او صد شیطان دیگر، صد شیطانی وسواس کننده دیگر او دیگر وسواس میکند، بدبخت میکند، نکو میکند. بعد فقط دیگه افسوس میخوری و انگشتی شیطان دیگه فایده نمیکند. برای همین باید که از روی عقل، از روی خیرات، از روی فکر، از روی دوراندیشی، از روی خیرخواهی، از روی خیراندیشی باید که زندگی پیش بود و باید که همیشه دایم با اهل و خانواده گرد دسترخوان بشینید، با زن و فرزند و گرد دسترخوان بشینید، تلفن رو دور بمونید، بشینید یک صحبت پدرانه، یک صحبت مادرانه، یک صحبت فرزندانه، یک صحبت صمیمی، یک صحبت دوستانه انجام بدهید. سیر اسرار فرزند رو بگیرید. وقتی از اون نمیپرسید که چی فکر دارد، چی اندیشه دارد، چی نیت دارد، چی کار کردنی هست، یعنی چی برنامه دارد، وقتی اون رو که نمیپرسید، به عبارت دیگر وقتی که در قلب اون نمیدروید، شیطان در قلب اون میدروید، و خودکشی و همجنسگرایی و مواد مخدر و چیز معتاد شدن بعد میرود. وقتی که در خانه دوست پیدا نکرد، دوستای بیگونه بعد بیرونه میکوبد، بعد دوستای بیرونه اون را به خودکشی میبرن، یا به مینوشی میبرن، یا به معتادی میبرن، یا به همجنسگرایی میبرن. خدا نشان ندهد. دویم گرد دسترخوان با فرزنده و اهل خانواده باید دویم نشست داشته باشید، صحبت داشته باشید، از روز و از نیت و از آرزوهای فرزند با خبر و آگاه باشید. خصوصا مادر، بچه‌م چی نیت داری، چی گپ است، چی خبر است، امروز چی شد، کجا رفته بودی، با کی بخوردی، چی گفتن، چیکار کردنی، فردا کجا رفتنی. مادر باید که برای دخترش بهترین دوگانه باشد. پدر باید برای فرزندش بهترین دوست باید باشد. در همین صورت ما میتوانیم پیش روحی این خودکشی و همجنسگرایی و یعنی معتاد شدن و این همه بدبختی ها پیش روحش رو با آسانی میتوانند. قبل از همه پدر مادر، بعد خود ما دید در مسجد ها که دیگه بسیاری جوان مسجد ها نمیدن، متاسفانه. بعد دیگر زیایی و مکتب و معلمه و معلم و آموزگار و اینا وظیفه مقدسشون هست. هر آموزگاری، من آشکار و روشن بگویم، هر آموزگاری چه معلمه باشد چه معلم باشد، اگر شاگردان خود را به مثل فرزندان خود نداند، تربیه نکند، خائن و جاسوس است. هم در دنیا هم در آخرت پیش پروردگار جوابگر است. برای همین بعضی آموزگاری که میبینید پروفسور اکادمیک است، خور است، ذلیل است، هیچ برکتی در زندگیش نیست. چرا؟ برای که دوی سیگار پولی و نوش پولی از شاگردان برای در عوض پاها ماندن مبلغ طلب میکند و آخر خور میشود. شاگرد رو به مانند فرزند عزیز بدان تا اینکه پروردگار برات برکت دهد. وقتی چنین کرده پروردگار برکت میده. برکت در زمین نیست، برکت در آسمان است. برکت از آسمان میآید. وقتی که شاگرد را همچون فرزند مهربان
غمخوار، خیرخواه تربیه کردی، پروردگار از آسمان برکتش رو می افزاید. همون شاگردان باید تحقیرت نمیکنن، لکتت نمیزنن. همچون پدر همچون مادر بالای چشم دیده میبردارن. این بسیار یک داغی جامعه امروزه ما هست. من همه رو در نظر ندارم، نعوذ بالله، استغفر الله، لیکن متاسفانه هستن بعضی ها، باید احتیاط باشن. میخوان که در پیری خور نشوند، زور نشوند، ببرکت نشوند. شاگردان رو همچون اگر محدود انگیش شمار هم باشن بگذار، یک نفر هم باشد، این بدبختی است برای ملت ما که از شاگرد نصف پولی و سیگار پولی و در عوضی با مبلغ طلب کند و بگیرد. همه سبب بیسوادی جوانان شاگردان میشود. که همچون فرزند شاگرد رو تربیه کردید، خداوند عزت و برکت رو میدهد. خداوند یعنی در پیری خورت نمیکند. پروردگار در پیری تو رو عزت و برکت و سعادت میدهد که از هیچ چیز کم نیستی، همه بالای چشم دیدن میبردارم. در اخیر من قبل از همه به پدر و مادران بسیار خواهش میکردم از پدر و مادران که خداوند عزوجل این نعمت بزرگ رو به شما عطا کرده است. ولی بعضی پدر و مادرای هستند در نخون فرزند زارند که ندارند. پروردگار داده است از خردسالی قبل از تولدش، هنگام تولدش، هنگام شیر دادن، بسم الله بگو، با یک مهر، با یک شفقت، با یک مهربانی مادری شیرش بده. نگو که زهر تنت بخور، بعد او خودکش میشود، همجنسگرا میشود، دشمن جانت میشود، میاد از گلوت میگیرد. وقتی گفتیش که متاسفانه خردسال بدیم، بعضی مادرها رو میدیدیم، نمیدونم که حاضرم که بگم انسان هست، یه دل جگر ما خوردی زهری تنت شوه بخور، و نه با بسم الله بگو، با یک مهری مادری بگو، با یک مهر و شفقتی مادری، بسم الله الرحمن الرحیم شیرش بده. شیر رو که خورد سیر کرد، الحمدلله پروردگار رو با من فرزند عطا کرده ای که شیرش دادم، پروردگار اجرش کم مکن. چرا اجرش کم مکن؟ بخاطر اینکه به عدد قطره های شیر دادگی پروردگار برایت اجر میدهد. با وجودی که همون جگرگوشه خودت هست، لیکن اون بنده پروردگار هست، اون امانت است نزد فرزند، اون نعمت است. این فرزند برایت، یعنی فرزند برایت یک نعمت است که پروردگار شکرش رو میخواهد. شکر فرزندداری تربیه فرزند است. این نصیحت برای پدر و مادر رو که همیشه باید دعای خیر و برکت برای فرزند. هر وقت دیدید خندید اومد پیشت، آغوشش بگیر، در آغوشت بگیر، 10 ثانیه 20 ثانیه یک بوسه از پیشونیش هم بزن. خوب کودک باشد، خوب جوان باشد، در کدام سن سالی هم که نباشد، یک نیروی قوی در قلب و روح و روانش جا می شود. همین آغوش همین بوسه برای فرزند. ولی که دیگر مکتب و معلم و معلمه و دانش آموزگار این هم که باشد، باید که امانه. همه رسول میگه که یعنی معلم بودن فخر است، افتخار است. فرنسوس در حدیث دیگه میگه کونوا معلمین ولا تکونوا معنفین. شما معلم های با ادب و اخلاق باشید، شاگردان را همچون فرزندی خود تربیه کنید، آموزگارهای دشنامده قبیحگوی بدگو نباشید. چرا که این همه شاگردان رو به تربیه و به اخلاق و بدگو میکنید. به عبارت دیگر مردم هم میگن تخم را لک میکنن، این همه تخم میپوشند، لک میشن، بو میگیرن. این وابسته، این شاگرد از استاد وابستگی خیلی زیاده دارد، حتی از همون نیت و افکاری معلم وابستگی دارد. شاگرد تأثیرش میکند که معلم با کدام نیت، یعنی چکار میکند، درس میدهد، معامله میکند. این برای معلم و معلمه و چی از باغچه کودکی تو مکتب و دیگر. بعضی کودکای خردسالی چی رو میزنن، بی‌رحمانه. این گناه هست. خیال کردید دور زدید تمام با همین تمام، هیچ کس ندید. پروردگار خالق این کودک ضعیف ناتوان نمیبیند. اون ضربه رو 10 برابر بعد شما میبینید، میچشید، برمیگردد اون ضربه زدگیتون، ظلم کردگیتون. برای همین همه از خودی چیز باغچه ها تو مکتب ها تو دانشگاه ها اگر میخواهیم یک وطن پیشرفته و ترقی کرده و
عزت و برکت و سعادت در دنیا و آخرت. این وطن رو باید آباد کنیم، شاگردان رو تربیت کنیم، دل نیت نیک و قلبی صاف و پاک و مهنت و زحمت انجام بدیم تا اینکه این کشور آروم و آباد و پیشرفته و ترقی کرده باشد و شهروندان و دانشجویان همه جوانان همه خردمند و دانشمند شوند. باید که معلم کار کنند، معلم با نیت صاف، نیت نیک و قلب صاف و پاک، حلال و پاکیزه کار کنند. همون معلمایی که خالصا لله با نیت نیک و قلب صاف و پاک همچون شاگردان رو فرزند خود تربیت میکنند، پروردگار از جای دیگر چنون برکتشون میدهد که دیگران در حیرت میمونند که از کجا. من گفتم برکت در زمین نیست، از آسمان میاد برکت. برای همین انصاف باید داشته باشد همه و همه مسئولیت حس کنند. همه سازا میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک کدام شما مسئول هستید و هر یک کدام شما پرسیده میشوید از مسئولیتتون. همه اگر مسئولیت حس کنند، غلام گلستان کشور آباد و پیشرفته و ترقی کرده. در اخیر از پروردگار برای همه شما و خصوصا پدر و مادرانی که فرزند دارن در تربیت فرزند کامیاب شدن و بخت و سعادت و عزت و برکتی ابدی رو از پروردگار آرزو میکنم. با دعا همیشه کامیاب و همیشه موفق و همیشه سربلند، پدر و مادری کامیاب و همیشه فرزندان کامیاب که این فرزندان همه یک دانشمند خردمند. با این همه تمنیات این برنامه رو به پایان میرسانم. در حفظ و حمایت و پناه پروردگار باشید. موفق و کامیاب باشید.